شاید خیلیاتون فکر کنین رونالدو خیلی مغروره و فقط به خودش فکر میکنه، از اون شخصیت‌های تخسی که تو عمرش به هیچی کمک نکرد. ولی خب احتمالاً بعد دیدن ویدیوی امروز نظرتون به کلی راجع به رونالدو عوض میشه. امروز میخوایم داستان بازیکنی رو بهتون بگیم که رونالدو زندگیش و فوتبالش رو به کلی متحول کرد. پس تا آخر این ویدیو رو با همون باشین تا بفهمین قضیه این بازیکن چیه. کریستیانو رونالدو و خوزه سمدو هیچ وجه اشتراکی با هم ندارن و هیچ جوره به هم نمیخورن، ولی خب هر دوشون تو آکادمی لیسبون تمرین میکردن. ارتباطی که زندگی خوزه سمدو رو از این رو به اون رو کرد. CR7 از همون موقع جوون آینده‌دار آکادمیشون بود و کارهایی که تو همون موقع انجام میداد نشون میداد یه آینده روشن و درخشان در انتظارشه. ولی خب سمدو به زور تو آکادمی دووم آورده بود و یه جورای قاچاقی نگهش می‌داشتن. از طرفی اوضاع مالی پدر و مادر سمدو هم زیاد جالب نبود و نمیتونستن از پس شهریه‌های آکادمی لیسبون بر بیان. رونالدو این قضیه رو فهمید و تصمیم گرفت کمکش کنه. خوزه سمدو میگه وقتی رونالدو این قضیه رو فهمید رفت و به مسئولین باشگاه گفت اگه اون بره منم میرم. در این حد با هم رفیق بودن و رونالدو بهشون پیشنهاد داد یه تخت تو اتاق خودش بذارن و هر دوشون هم مثلا از یه جالباسی استفاده کنن. با جدیتی که رونالدو داشت و اون استعداد فوق‌العاده‌ای که داشت و مسئولین باشگاه نمیخواستن از دستش بدن، مجبور به قبول کردن شرایط رونالدو شدن و خوزه سمدو رو نگه داشتن. از اون تاریخ به بعد این دوتا بازیکن مسیرهای کاملا جدا و متفاوتی رو طی کردن. یکیشون که میدونیم رفت سراغ توپ طلا و بازی تو رئال مادرید و بازی تو منچستر یونایتد و همه اون افتخارات، و اون یکی فقط به یه بازیکن معمولی تبدیل شد که تو لیگ پرتغال بازی میکرد. ولی خب این هافبک دفاعی هیچ وقت یادش نمیره که زندگیش رو مدیون دوست خوبشه. رونالدو نه تنها فوتبالش بلکه زندگیش رو هم نجات داد. بدون اون قطعاً من مرده بودم. من از یه محله خطرناک تو ستوبال میام که پر از آدمای خلافکارن. اگر رونالدو تو زندگیم نبود احتمالاً من هم یکی از اونها میشدم. من فوتبالم، زندگیم و خانوادم رو مدیون اونم. خوزه سمدو این حرفا رو به روزنامه اسپانیایی الموندو گفت. خوزه سمدو به افتخارات کریستیانو رونالدو حتی نزدیک هم نشد. ولی خب CR7 باعث شد خوزه سمدو دنبال اشتیاقش بره و فوتبال بازی کنه و از خیابون و تمام خطراتش به دور باشه. حالا خیلی از شمایی که دارین این ویدیو رو میبینین احتمالاً فوتبالیستین و تشنه موفقیتین. آیا کسی هست که حاضر باشین به خاطرش همچین کاری انجام بدین؟ یا اون طرف مقابل که دوستتونه حاضر به خاطرتون همچین کاری انجام بده؟ اگه همچین رفیق یا دوستی دارین اسمش رو تو همین کامنت ها بهمون بگین و این ویدیو رو هم براش بفرستین. دم همتون گرم که تا اینجای ویدیو رو با همون بودین و امیدوارم درسای لازم رو از این داستان رونالدو گرفته باشین. همچین آدمایی هستن که به سطح اول فوتبال و کلا تو زندگیشون به یه جایی میرسن. در ضمن اگه با این ویدیو حال کردین دکمه لایک رو هم بزنین که خودمونی بگم آمار ویدیو بهتر شه و ما هم انگیزمون برای ساختن ویدیوهای بعد بیشتر باشه. و اگرم اولین باره که چنلمون رو میبینین دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله رو هم بزنین که هر ویدیویی که میذارین براتون بالا بیاد. مرسی که تا اینجای ویدیو رو با همون بودین. دم همتون گرم و منتظر ویدیوهای بعدیم باشین.